پرواز این ابزار حمید خان را نگران می‌کند. همه ما شاهد هرچی بیشتر مسلح شدن نیروهای حفظی حقوق هستیم. حمید خان مهاجر پاکستانی از مخالفان استفاده درون در نهادهای انتظامی است، زیرا به عقیده وی نژاد پرستی در امریکا زیاد است. برای من همچون یک فرد و یک جزء جمعیت مهاجران آموختن ارزش‌های اصلی امریکا ضرور است و آن ارزش‌ها از ایجاد فرهنگ مقاومت برمی آید. مقاومت آنها بلند کردن صدا و جمع آوری امضا برای منع استفاده درون‌ها در نهادهای حفظ حقوق است. پلیس شهر لس آنجلس می‌خواهد طرح آزمایشی برای استفاده درون‌ها در مبارزه با جنایتکاری را عملی کند. پلیس منطقوی مدت هاست که درون به کار می‌برد. با ما امکان می‌دهد در وضعی برای انسان خطرناک جای لازمی را ببینیم. می‌توانیم آن را به نزد ماشین فرستیم و ببینیم که فرد اسلحه دارد و به او نزدیک نشویم. می‌توانیم اصول‌های دیگر را برای حل امن و یا برعکس مسئله به کار بریم. پلیس لس آنجلس میگوید درون‌ها را فقط برای یافتن تدبیر مشکل به کار می‌برند. ما هیچ قصد مسلح کردن درون‌ها را نداریم. هر درونی که می‌گیریم تضمین می‌دهیم که مسلح کردنش امکان ندارد. بعضی‌ها طرفدار استفاده درون‌ها هستند. فکر می‌کنم در بعضی حالت‌ها ضرورند. و فکر من درون‌ها برای مشاهده مثل من انسان‌هایی هست که هیچ کاری بدی نمی‌کنند. به فکر من مردم زیادی هست که با هر سبب به استفاده درون‌ها شک دارند. برای ما مهم است که نگرانی‌های آنها را رفع کنیم و محض برای همین با آن مردم صحبت‌ها انجام می‌دهیم. شاید این کاری آسان نباشد، ولی جک ایول میگوید با تعیین قاعده‌های سخت استفاده و نشان دادن نتیجه‌های استفاده درون‌ها میتوان باوری جامعه را به دست آورد.